تصور کنید یه پادشاهی رو که لبه پرتگاهه، در آستانه فروپاشی کامل. تو این شرایط پادشاه آخرین امیدش رو تو وجود یه چهره مرموز و ناشناخته میبینه. بیایید با هم بریم سراغ این داستان و ببینیم چطور یه نفر به تنهایی میتونه سرنوشت یه سرزمین رو عوض کنه. همه چیز از اینجا، یعنی از توی ذهن خود پادشاه، خورشید شاه شروع میشه. اون داره به مردی فکر میکنه که انگار هیچ کدوم از قوانین قدرت رو قبول نداره. این اولین باریه که ما با شخصیت اسرارآمیز سمک عیار آشنا میشیم. یه ناجی که اصلاً نمیخواد کسی بشناسدش. خب، اصلاً چرا پادشاه به همچین آدمی احتیاج پیدا کرده؟ چون قلمروش با یه بحران نامرئی دست و پنجه نرم میکنه. یه بحرانی که مثل موریانه پایه‌های قدرتش رو از درون داره میخوره و میپوسونه. ببینید اوضاع چقدر خرابه. هر فرمانی که پادشاه میده قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه یه جوری خنثی میشه. نامه‌های مهم هیچ وقت به مقصد نمیرسن و از همه بدتر دشمن همیشه یه قدم از اونها جلوتره. خب اینها که نمیتونه تصادفی باشه، درسته؟ معلومه که یه خائن درست تو قلب دربار داره نفس میکشه. وقتی خورشید شاه یواشکی سمک رو خبر میکنه، سمک با همین یه جمله کوتاه و کوبنده عمق فاجعه رو بهش نشون میده. اون نمیگه فکر میکنم خیانتی شده. نه، میگه این خیانت قدیمی و ریشه داره. این یعنی با یه آدم فوق‌العاده باهوش و دقیق طرفیم. خب معلومه که تو این شرایط یه قرارداد معمولی به درد نمیخوره. پادشاه و این سلاح مخفیش به یه توافق خیلی خیلی غیرعادی میرسن. اینجا فرق بین یه خدمتکار معمولی و یه سایه زمین تا آسمونه. سمک یه مأمور ساده نیست که فقط دستور اجرا کنه. اون یه سایه است. یعنی هویتی که پادشاه باید هر لحظه آماده باشه تا اگه خطری پیش اومد وجودش رو از بیخ و بن انکار کنه. و این مهمترین و شاید ترسناکترین شرط سمکه. این یه جمله ساده نیست. این یه پیمانه که با مرگ و زندگی گره خورده. یعنی اگه سمک گیر بیفته تنهاست. هیچ کس قرار نیست به دادش برسه. خب با این قرارداد عجیب و غریب حالا مأموریت شروع میشه. سمک هویت خودش رو میذاره کنار و شکارش رو از دل شهر، جایی که هیچ کس فکرش رو هم نمیکنه، شروع میکنه. ببینید چطور خودش رو نامرئی میکنه. اون زره و شمشیر نمیپوشه، نه. اون تبدیل به یه آدم کاملا معمولی میشه. یه تاجر خسته، یه کسی که تو شلوغی شهر خیلی راحت گم میشه و هیچ کس حتی یه لحظه بهش نگاه نمیکنه. این یعنی اوج هنر عیار. خب استراتژیش چیه؟ میره جایی که قدرت پادشاه اونجا ضعیفه، جایی که قوانین کاخ به سختی بهش میرسه. چون سمک خوب میدونه که خیانت همیشه از جایی جوونه میزنه که زبونها شلتره و گوشها تیزتر. و روش کارش فوق‌العاده است. فقط 3 قدم ساده. اون کاری نمیکنه، سوالی نمیپرسه، فقط یه گوشه میشینه، نگاه میکنه و گوش میده. اون منتظره تا خود توطئه خودش رو لو بده. و بالاخره صبرش جواب میده. یه کلمه، یه اشاره کوچیک به یه قرار ملاقات مخفی. سمک بدون اینکه هیچ توجهی رو جلب کنه، هدفش رو پیدا میکنه و تعقیب بی صدای اون تازه شروع میشه. حالا دیگه ماجرا حسابی هیجانی میشه. سمک بیرون دیوارای شهر از نزدیک داره خیانت رو با چشمای خودش میبینه. سمک توی تاریکی مخفی شده و داره میبینه نامه‌ها دارن دست به دست میشن. نقشه‌ها روی خاک پهن میشن. اسرار نظامی پادشاهی داره فاش میشه. و بعد بدتر از همه اسمها. اسم فرمانده‌های وفادار پادشاه یکی یکی مثل حکم مرگ داره گفته میشه. خیانت از خود خونه است. خب تو این لحظه منطقی ترین کار چیه؟ شما جای سمک بودید چی کار میکردید؟ معلومه، حمله. باید بریزی سرشون و همشون رو از بین ببری. اما آیا این روش یه آره‌یه؟ جواب اینجاست. عیاری یه هنر جنگ روانیه. هدفش کشتن چند تا خائن نیست. هدفش نابود کردن کل شبکه خیانت از داخله. و اینجاست که حرکت هوشمندانه سمک رو می‌بینیم. اون به جای شمشیر از مغزش استفاده می‌کنه. با کاشتن چند تا سرنخ دروغ کاری می‌کنه که خود خائن‌ها به هم شک کنن و شبکه‌شون رو
قبل از اینکه حتی بفهمن لو رفتن از هم بپاشونن. پیروزی سمک کامل به نظر میرسه نه؟ اما این بازی 2 تا بازیکن داره و دشمن یه حرکت متقابل وحشتناک انجام میده. و یه لحظه کوتاه به نظر میاد همه چی تمومه. خورشیدشاه اسناد خیانت رو تو دستش داره و بالاخره میتونه کاری بکنه. اما این جواب دشمنه. سریع، بی صدا و کاملاً بی‌رحمانه. اونها نه تنها فهمیدن که بازی شروع شده، بلکه با حذف کردن یکی از مهره‌های کلیدی پادشاه نشون میدن که به اندازه سمک باهوش و خطرناک هستن. سمک فوراً میفهمه که قضیه چیه. این دیگه یه جنگ توی سایه ها نیست. این یه رویاروی مستقیمه. دشمن حضور اون رو حس کرده و حالا بازی وارد یه مرحله کاملاً جدید و خیلی خطرناکتر شده. و با این جمله قدرتمند کل استراتژی عوض میشه. مأموریتی که توی تاریکی شروع شد حالا قراره بیاد توی روشنایی. سایه میخواد خودش رو نشون بده. اما سوال اینجاست. سایه‌ای که دیده بشه میسوزه یا میسوزونه؟